یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. کاکا جان ای دایی خاک نبیفتی خودت پاک اجازه بده خیلی ببینید کاکا جان دایی هوای سرد و دایی خاک کی هوا از کجا میاری؟ ای هوا از مسجد میریم بیادر. مسجد دمی نزدیک است؟ نه دور است کن در پایان است. خب زیاد پایین است؟ بسیار پایان است دیگه چطور کنیم دیگه؟ اینجا جای چای نل هست نل است سابق نلا بود نلا پرچاو شد دیگه نال روز بیوزن خارد کلان میریم از اون مسجد تا میریم چی کنیم این مجبوری است همه قدر مردمی کمی ما میبینیم کلش از اینجا میره و میره کلگی از این مسجد تا میبریم وای خدا رحم کنه خب کاکا جان خیلی تا خانه ما ایره کتت میگیرم قصه تو فقط کت ما قصه سعی باش کالا یک کمک شود قلبت بسم الله یا الله بسم الله الرحمن الرحیم تشکر خدا نگیرد. خب کاکا جان این مشکلاتتان چقدر وقت میشه شما در این مشکلات هستید؟ مشکلات ما بسیار زیاد وقت میشه دادن. خب دیگه مجبور هستیم کش کردن میریم خدا چطور کنیم؟ حالا کاکا جان باز این دی روزایی که برف زد شما چه قسم میکنین؟ حالی خو یخک است. اگه خدای ناخواسته بیفتی. والا افتادن است. همکار شدن است. نمیاد پای ما درد میکنه. نمیاد یک دخترم بیوه دو تا طفلشان کردیم است. خیر حتما اینجا دیگه فامیلا هم هستن که بیوه است. طفلکا کلگی از اونجا میاد. هیچ کدام دیگه عایدات ما نداریم که ما یک چا بزنیم دیگه بزنیم و در پا ما دین روز یک هفته ها را سودا کردیم در پا چی میشه ما از او چا بزنیم حداقل این مشکلات ها شما حل می بود کاش که یه حل می بود ما چرا سرگردان او بود خب این مردم خیلی خودش دیگه توانایی چا زدن نداره 400 خانه 500 خانه است ببینیم اینجا کلش فقیر کلگی فقیر هست نداریم چیزی با خدا رحم کنه کاکا جان بازی تو ایچه کدام جایی هست که جایی برای چا زدن باشه چرا نه هست اینجا جایی داریم چا بزنن خب ما مردم کلگی از خواری و غریبی از اطراف کلگی پشا خلاص میشیم انشالله کاکا جان انشالله وطندارای ما شما را فراموش نکردن وطندارای عزیز وضعیت شما میبینین در یخک و سردی واقعا خیلی هوا هم سرد است مرا خمیال دستای ما یک زده آفرین کاکا جان به همتت رحمت خداوند خودت با غیرت خلق کرده انشالله که من مطمئن هستم که این مشکلات های شما خلاصی داره و ما و شما دیگه انشالله از وطندارای ما تقاضا میکنیم که شما کمک کنن همکاری کنن تا بتانین حداقل اگر برای فعلا بیشتر نتانستیم یک حلقه چا اینجا حفر بکنیم شما بتانین همین مشکلاتتان مرفوع بسازین سعید کاکا جان این خانه هم خیلی بالا بود کاکا جان خیلی بالا از کار خانه یا الله خداوند همت نصیب کنه کمک هم کنه خداوند تعالی کنه شوری کنه انشالله کمک میکنه ما را از این جنجالا خلاص کنه انشالله والا آفرینت کاکا خیلی با همت هستی خداوند واقعا مردم افغانستان با همت خلق سن دارین وای نام خدا نام خدا من میگم آفرین من باید دایی جوانی انا قریب از حال جانم برای حالا چطور کنیم دیگه جان کاکا بیا کاکا جان کاکا جان خیلی دور بوده واقعا خانه خیلی دور بوده همینجا است به نظرم رسیدی باش کاکا جان کیره مبانا یا الله خدا شما را نگیره خواهش میکنم کاکا جان تشکر خواهش میکنم کاکا جان خیلی هوا هم سرد است خب رسیدیم کاکا جان این خواه امروز همین مشکل تو حل شد آب ها آوردیم ولی برای روزای بعدی باز چه رقم کنیم والا چطور کنیم دیگه خواه نمی گردن ما از دیگه چطور کنیم انشالله اگر ما یک چاه بزنیم اینجا بخوایم اینجا یک چاه حفر بکنیم اینجا جایی هسته که باز ما برای انتخاب بکنیم یعنی اینجا در منطقه که چاه میزنه این خو ما را از جنجال خلاص میکنه خداوند تعالی شما نه انشالله دمی نزدیکی ها ما چاه حفر میکنیم اما یک کلان منطقه یک مسئولش هم میشناسی نمبرش داشته باشی وکیل ماست بسیار خوب وکیل جانگیر است بسیار خوب خیر اگر لطف کنی برای من نمبرش بگویی 0 0 7
070 بسیار خوب. السلام علیکم وکیل صاحب، خوب هستید؟ احوال شما خوب است؟ بخیر هستید؟ سلامت هستید؟ من شما را به زحمت دادم تماس گرفتم، شمارهتان از کاکا گرفتم. خوب است ان شاء الله؟ بخیر هستید؟ سلامت هستید؟ همراه هوای سرد چطور هستین؟ زندگی چطور میگذره؟ خیلی خوش میگذره؟ بخیر هستید؟ سلامت باشید. وکیل صاحب، هدف از غرض از مزاحمت ما این بود که ما می‌خواستیم که کاکا جون سر خوردم، همراه شبش آوردم، خیلی خسته شده بود. شما هر روز با همین مشکلات دست پنجه نرم میکنید؟ بله ما هم روزای اینمی مشکل ما هست، مثل همی کاکاری سپیدا و دهاتن است، شیاسرا هست، طفلای خرد است، اینا تمامشان نمی ساعت تقریبا 400 چند فامیل زندگی میکنن که اینا نیمی مشکلات دارند. این ساعت باشه میدنی نیست و ساعت کویی می باشه، تقریبا از نیم کیلومتر دورتر فاصله پایینتر اونا میرن همی آب خدا بیشتر مشکلات که مشکلات به خصوص خود داره، برق نمی باشه مثلا یا چهاد منوبت می باشه، اونا به خدا میگیرن پس میان میسازن پال میتن، ولی مشکلات به خصوص خود داریم. به خداوند این مشکلات حل بکنه. ما خواستیم که اگر از شما یک معلومات ابتدایی بگیریم، این تو کدام جایی هست که آماده باشه برای از اینکه یک چاه فرو بکنیم ما به کمک هموطنان ما، به کمک کسایی که کمک میکنن. شما زنده باشین، برکت ببینید. چرا نه؟ قربانتان، شما محبت کردین که آمدین و اینجا لطف کردین. ما هر سایه که خوبتر و بهتر باشه بر شما زمینه مساعد میسازیم که شما در اونجا چهار افر کنین. یک کار خیر ان شاء الله یک سایه باشه وکیل صاحب که برای همگی به دسترس حداقل برای نزدیکی می 400 خانه باشه که مشکلات ریش سفیدا و اطفال رفع شود و برای کلگی به شکل مساویانه یا برسه. درست است. ما ان شاء الله یک جای مرکزیت تعیین میکنیم که در اون قسمت شما چهار آفر کنین. سلامت باش. شما همین کار شما را خداوند اجر دایره نصیب کنه، یعنی کار نیک از خیر ببینید. شما زنده باشین. بسیار خوب. شما همین کار امروز انجام داده میتونید؟ یک موقعیت باشه که لحاظ مثلا حقوقی مشکل نداشته باشه، جای خانه کسی نبوده باشه، سرک عمومی نبوده باشه که باز آینده در مشکلات شما برنه. ان شاء الله بله. بسیار خوب. جای نمیکنیم خدا نکنه مشکل پیدا شود. ما هم یک چیزی را میخوایم که همیشه کار خیر است، همیشه جریان داشته باشه و خیرش هم جاریه باشه. ان شاء الله من نقطه بر شما تعیین میکنیم. بسیار خوب. خب شما میتونین که امروز دیگه شروع بکنین؟ بله ما حاضر هستیم. شما فقط امروز هم شما اینمی کارهای حقوقیش انجام بدین، ان شاء الله ما میریم مسائل تکنیکیش حل میکنیم و ماشینری را میاریم. بخیر و سلامت باشی وکیل صاحب. الله نگهدار. کاکا جان خیلی خسته نباشی، بازم دیگه این سردی هوا بودی. خدا یارتان. رفتیم وکیل صاحب. خیلی صاحب بلند و مست. خداوند خیر کنه. خداوند بخیر کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بس جان رسیدیم. بس تشکر. اینجا از ساحلشا ما همینجا یک استاد بگو ما گوسفندم پایین بکنم ان شاء الله ما شما رسیدیم. ای الله خوش کنید. قلب شده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله آمدی بیادر جان. فرما. خوب هستی جان جان؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ احوال خوب است؟ بخیر هستی؟ ان شاء الله. سلام علیکم. شما خوب هستی؟ بزرگوار خوب هستی؟ جان جان ماشاءالله. الحمدلله خوب هستی؟ سلام علیکم. حاجی کاکا خوب هستی؟ جناب آقای صاحب بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین؟ احوال شما خوب است؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ جناب آقای صاحب خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین؟ سلامت باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظیم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان فرموده است که ما هر زنده جانی را از آب آفریدیم و ما شما در مأکولات وطنی هم داریم که آب منبع حیات است. در حقیقت تفسیر همین آیت مختصر کردن. امروز ما خواستیم که بخیر بیاییم و اینجا به کمک هموطنان ما، به کمک کسایی که کمک کردن، همکاری کردن، یک حلقه چاه فرو بکنیم ان شاء الله تا شود که این مشکلات شما رفع شود. آب یگانه چیزی است که ممکن است انسان بدون غذا یک روز دو روز زنده بمانه، اما بدون آب خیلی مشکل است. و ما روز قبل سروی کردیم مشکلاتی که اینجا داشتن
خیلی به سختی آب می آوردن از ساعات خیلی دور از مسجد پایین. دیگه تصمیم گرفتیم ان شاء الله که اینجا در یک ساحه چاه حفر بکنیم که برای همگی این آب برسه. جناب مولوی صاحب بفرمایید شما. بسیار خوب بدی این امی اصلی صدقه و خیرات امی است. رسول الله مبارک و صحابی معزز سعد بن عباده گفته بود که برای خیرات مادر خود امی 4 حفر کو. واقعی امی مردم که بسیار فقیر نشین جای فقیر او تازی امی بالادی جلستون گوجار میشه. این بسیار امی مجبور بودن فقیر بودن. شما خوب کدی الله به شما او کدام نفرا که شما می پسوانداری به او الله خیر کنه. الله دې تاسو سره ډیر خو کی دا کته زین والی چې دا زغه شروع کیږي تر دغه دا ټول فقیر نشین خلک دی او دا محتاج دی. بهترین صدقه ده خدای دې تاسو سره خو کی څوک چې دا حمایه کوي هغه سره دی الله خو کی او خدای تعالی دې دا خلک دی اتفاق اتحاد لري. عزت د دنیا او آخرت دی خدای تعالی تاسو ته نصیب کی. نورم چې کوم دینو دا یاد په دې اکتفا نه نورم الله تعالی تاسو ته وس در کی چې دا نور زینو کی دا خطه طرف نه چې کوم ځای کې نورم ضرورت تاسو ته چاو ہے دا د وطن د اسلام د قام د خوري خدمت دی. الله مو خوشاله ساته خدای مو عزتمن کړه. خیر است مولوی صاحب. زای آماده است؟ آماده ده؟ جای آماده است؟ میریم خیر مدرم مولوی صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بیایید صاحب. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید بیا. خب شما میبینید که اطفال خیلی تجمع کردن. خوشحالی مردم ما از امی فلحال میبینیم. ان شاء الله که هر چیزو بتونیم چاره حفر بکنیم. لبخند برای لب هموطنان خود بیاریم. واقعا نبود آب خیلی سخت است. در امی چند مدتی که کابل سرد است، نلا را یخ میزنه، همگی با این مشکلات دست بنده نرم کرده و من مطمئن هستم که از این مشکلات آگاه هستن. ان شاء الله بتونن که این مشکلات هموطنانشون عمل بکنن. بیا استاد جان بیا. سلام علیکم استاد. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ ان شاء الله همه چیز آماده است؟ آماده است. بخیر دیگه. لیول همه چیز شده. توکل به خدا ان شاء الله شروع میکنیم. هر چیزی در مردم نیاز دارن ان شاء الله. درست است؟ شروع کن بخیر ما رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خانم کاکا خوب هستی؟ چطور هستی؟ بیا. جان جور است؟ بخیر هستی؟ جان که جور است؟ این گوشت که بگیم گوسفند نکشتیم برای شما روان کنیم. صحیح است؟ آفرین خانم کاکاش. برو. سلام علیکم. خوب هستی خانم کاکاش؟ این گوشت که برای چاش پخته کنیم. تشکر.